برس مسرور بارزانی پیشوازی لبالیوز امریکا لعراق کر هرم ارک دستوری جبجه کریه و چاواری بغدای ارکین خوا جبجه بکد. افرو برس مسرور بارزانی شیرتکار انجمن آسایش هرم کردستان پیشوازی لدوگلاس سلیمان بالیوز امریکا لبغدا کر. دوی دیداری دا پیوندین هر دولایان آنو. داوی پیشبچون اندوره و روشادان و ستاندن اندناف برا هولیر و بغدا بحث کرن. بالیوز امریکا پالپشتی ولات خوش بو هرم کردستان و که کیانه که دستوری دو پاد کرد. و آماجه به یکی کرک و ولات وانت خوازی هرم کردستانه به یک دنگی و یک گرتی دیگل بغداد آنوستاندنان دا بردوان بیتو. هرچند زودتر کشین هلاویستین دناف برا هر دولایانان دا بینه چاره سر کرن. ده برانبر دا شیرتکار انجمن آسایش هرم کردستانه آشکارا کرد که هرم کردستان خوازیار لدیو دستوری همو کشین دناف برا هولیر و بغداد چاره سر بکن و نهاجی هرم ارکن دستورین ده بیا به چاره سریا کشان دا جبجه کریه. او چاوری بغدای ارکین خوا جبجه بکد. لحظ به جدیاتی بغداد جبجه کرن آریشان دا نهیتا کرنو. مافین دستورین هرمه دیکلی ململانه دناف کشه هلبجارتنان کر. بالیوز امریکا دو پاتی لسر بردامیان و بینکاریا. دناف برا هولیر و بغدا کرو هیوی خواستن. بشین لنزیگ به کریار پیشوچونان لدانستاندنان دا ببینن. هر وسا بالیوز امریکا پیگیری ولات خواه به وجداری کارای آودان کرن و پیشخستن هرمو. نافچه اندین عراق دو پاد کرو هیوی خواستن گو بشن لکنفرانس کویت جبو هاریکاری عراق زودترین هاریکاریان دابین بکن. درباره جنگ دژیتی رستن داعشه هر دولا دو پاتی لسر بردامی هاریکارین هر دولایان آنکرو. دوی بیاوی دا برس مسرور بارزانی دو پاتی لسر بردامی هماهنگی هرم دیگل هف پیمانی انیف دولتی جنگی دژی داعشه کر. او آماجه به ویکی کرک و هرشین تیرورستان دنافچه داماینه و هشتا پیت ویب هاریکاری همو لایانانه. لی هماهنگی سربازی و سیاسی و چاره آریشین ریشهی ناف عراق همو یک پاکیجه. و دوید ده همو آستان دا بارو دوغبه تا آسایی کرن و ریس لمافین. دستوری انگشت پیکاتان بگیرید تا زمینه سرحلدانا تون دو تیجی بنبر ببید. هر دوی دیداری دا بالیوز امریکا پیزانین خواب و رول هزا پیشمرگی ده جنگی دژیتی رستن داعش دا دو پاد گیرو راگهاند. هاریکاریین امریکا ده بیاو دارایی و مشق و راهنانان به هزین پیشمرگی ده بردوان بید.